شروع میکنیم به تقسیم بندی مو و پوش دادن صدف مو. قسمت جلوی مو رو کنار میذارم از این گوش تا اون گوش. شروع میکنیم به پوش دادن. یه لایه نازک اول جدا میکنم، قشنگ شونه میکشم به سمت بالا، بعد شروع میکنم پوش دادن تو قسمت ریشه. لایه اول باید هم نازکتر باشه و پوش سطحی تر. با یه تافت سبک اسپری میکنم. لایه بعدی یک کم ضخیم‌تر باشه، قشنگ شونه میکشم، جهت دستم رو یکم به سمت صورت میگیرم، پوش میدم. این باعث میشه که شیب دست وقتی به سمت صورت باشه زاویه 90 درجه نداشته باشه، وقتی مو رو برمیگردونیم پفدارتر بمونه. لایه بعدی ضخیم‌تر، پوش عمیق‌تر و بیشتر. اسپرم از دور که مو خیس نشه.